داخل این ویدیو اومدیم با هم دیگه پرخطرترین ویدیو ممکنه داشته باشیم. اون ویدیو چیزی نیست جز تودوزی این صندلیایی که تو دستم میبینی و بذاریمشون داخل ماشینمون که بدون هیچ مطلی. اول بزن که بریم این جذابا رو بازش کنیم. بزن که بریم. اینجا شروع کردیم به باز کردن این پیچه که دیدین خیلی راحت باز شد و شروع کردیم به باز کردن روکشش که واقعا خیلی عذاب آور بود. ببینید با دست دارم درش میارم. این یکی‌ها خیلی راحت بودن واقعا، همینطور که میبینید خیلی راحت آسوده در اومد. این یکی شواز شد عالی و پرفکت. خب حالا قبل اینکه بریم سراغ بقیه سوال پیش میاد چه رنگی میخوام تودوزی کنم، اینا در ادامه میدونید. بزن که بریم سراغ بعدی. این جذاب باید ببریم سر میز ها. اومد رو صندلی، حالا بزن که بریم بازش کنیم. اینجا دوباره شروع کردیم به باز کردن این یکی لعنتی. این واقعا خیلی سخت بود. اینا با سنجاق گونده بودن که واقعا خیلی سختش کرده بود. دو با دریل و اینا افتادم بدونش تا بازش کردم که بالاخره باز شد. آقا پرفکت کاملا این باز شد. خداش نگاه کنید این یکی چقدر افتضاح. فکر کنم این یکی رو بعد تختش هم عوض کنیم. بریم بقیه رو بیاریم با افکت میاد. همینطور که این بس چمش اومد. بریم که بازش کنیم. این یکی هم واقعا یکی از بهترینا بود. زیر 20 ثانیه تمام بازش کردم. زیر 20 ثانیه که نه، یه دقیقه تقریبا طول کشید که بازش کنم. واقعا خیلی راحت و آسوده باز شد. پرفکت این یکی هم باز شد. بریم سراغ بعدی. رسیدیم به یکی از جنجالی ترین. واقعا پاره شدم سرش. اینجا که میبینید داریم بازش میکنیم واقعا خیلی سخت. نگاه کنید اصلا باز نمیشد حاجی. و اینجا هم که میبینید همینطوری که بودم تو صورتم کلا خونی شد. خب بعد از به فنا دادن خودم باز برگشتم که بریم این بار جای دیگه رو به فنا بدیم. حاجی عجب خون دماغی شدم. بد زدم تو دماغم با این. اینجا دوباره افتادم بدونش که بازش کنم با دریل که واقعا این بار بهتر باز شد دیگه. واقعا راحت‌تر شده بود بعد اون که بوندم تو صورتم. همه صورتم خونی شد و اینم شکستم همونطور که دیدید. واقعا حالا بزن که بریم سراغ بعدی. اینم درستش کردم همونطور که دیدید. یهو افتاد شکست حاجی. خیلی بد شد اینطوری. واقعا باز کردن اینا جرأت میخواد. خیلی بد داغون شدم خودم. بعد همه چیز خودم آوردم پایین. فقط یکیش مونده که اونم بریم باز کنیم و تمومش کنیم دیگه. اینجا هم گفتم یکم تمیز کنم و بعد بریم سراغش که واقعا تمیزی خیلی حال میده برام. اینجا دوباره شروع کردیم این یکی آخری که واقعا خیلی حال داد. اینو گذاشته بودم آخر باز کنم که راحت و آسوده باهاش خداحافظی کنیم دیگه. خیلی راحت باز شد. پرفکت اینم کاملا تمام شد. اینجا هم رفتیم برای تمیزکاری که دیگه کلا تمام شدش. پرفکت کاملا تمیز شده. بزن که بریم که فردا برگردیم و بریم با این چوبایی که اینجا میبینید یه دونه صندلی بسازیم واسه خودمون. صندلی مثل اینا میگم، منظورم مثل اینا میگم دیگه. برای اینه بعد بسازیم واسه خودمون به خاطر اینکه یه دونش گم شده و اصلا نمیدونم کجاست. کارخونه هم کلی گشتم پیدا نکردم. فکر کنم یادم باشه انداختمش دور. اگه فکر کنم دیگه در کل باید یه دونه بسازیم برای خودمون که تکمیلش کنیم. نمیدونم چه جوری میخوایم بسازیمش ولی فردا میایم دیگه. امروز خدایش داره تاریک میشه. بعدم من میخوام برم دربی رو ببینم. خدایش واسه اینجا کافیه دیگه. کلی کار کردیم حاجی. اینا خیلی سخت بودن این دوتا که بازش میکنم. اینا راحت بودن چون اینا با سنجاق بسته شده بودن. خیلی سخت بودن حاجی. صبح شد بعد میاریم که بسازیمش. فعلا آقایان 2 روز بعد حاجی ما بعد 2 روز برگشتیم که بریم تودوزیاشو کنیم. چرا 2 روز؟ چون دیروز جمعه بود و واقعا چیزی باز نبود که بریم تودوزیاشو انجام بدیم. الان هم همونطور که میبینید اینها رو کلا آماده کردیم که ببریم. اینو نمیبریم به خاطر اینکه ما واسطشون نداریم. الکی نمیخوام اینو تودوزی انجام بدم. الکی پول اضافه است. خب اینو استفاده قرار نیست بکنیم چون وسط ماشینو یه چیز جذاب میسازیم. الان فقط میریم این 4 تا که آمادهشون کردم برای تودوزی رو ببریم که دوزیشون کنیم دیگه. الان بدون هیچ معطلی باید ببرم وسیله رو اونجا. واقعا هم نمیتونم تو راه فیلم بگیرم چون خیلی سنگینه اینجا. تا پای پیاده میرم. ماشین نمیتونم اوکی کنم حاجی. خدایش خیلی این بده. ماشین نیستش ولی پیاده میریم. مشکلی نیست. نزدیکم هستش. فقط یکم سنگینه. نمیتونم واسهتون فیلم برداری کنم که همین الان میریم. ولی قبل شما لایک کامنت ساب یادتون نره. بزن که بریم مغازه. خب همین الان یک سوال که پیش میاد اینه که چی شد؟ حاجی من رفتم کلا صندلی‌ها رو تحویل دادم که با یارو واسم تودوزیش کنه برای بچه. کلا یه طرح خیلی خفنم بهش دارم که در ادامه ویدیو شما هم میبینید چه جوری گفتم واسم طراحی کنه. فقط اینو ببینید حالت شطرنجی خفن داره که واقعا برگریزونه و رنگش هم داخل ادامه ویدیو میفهمید که چیکار کردیم. خداییش خیلی رفت تو پاتم. تقریبا قیمتی که من واسه اینا هزینه کردم خداییش بهتون بگم نمیدونم
نمیدونم بگم نگم، ولی بذارید بگم 3 تومن 3.5 رفت تو پاچم. و اینکه بهم گفت تقریبا 2 روز یا 1 روز دیگه تموم میشه که باید برم تحویل بگیرم اینا دیگه، بعد بریم کارخونه و ببندیم رو ماشین و ببینیم چقدر خفن شده. اون خداش خیلی خفن میشه. پس این ویدیو هنوز ادامه داره. بس از ویدیو نرید بیرون. تقریبا فردا یا پس فردا برمیگردم که بریم سراغ کاراش دیگه، ببریم کنار ماشین و ببندیمش. من اینجا خداحافظی میکنم باهاتون تا خود فردا. واسه شما 1 ثانیه 2 ثانیه، واسه من 2 روز یا 1 روز فعلا. خب تقریبا 2 روز بعد، تقریبا که نه کلا 2 روز بعد اومدیم برواز که بریم ببندیمش دیگه. تو دوزی‌ها رو تحویل گرفتم. از دیروز واقعا حوصله ویدیو گرفتن نداشتم. واقعا این ویدیو داره پارم میکنه، خیلی داره طول میکشه. الان تحویلشون گرفتم و میریم میبندیم رو ماشین، ولی الان بهتون نشون نمیدم. اول بزن که بریم این جذاب خوشگل رو ببندیم که صندلی‌ها رو روش بذاریم بدون هیچ مطلی. بزن که بریم ببندیمش. اینجا رفتم پشت که در باز کنم که همینطور این در رو حاصل باز کردیم و اینو بلند کردم. واقعا سبکه، خیلی سنگین نیست. اینم رفتم اون سمتی که بکشمش و واقعا خیلی سبک بود و خوب راش انداختم دیگه. یا پیتاش داشتم صفر میکردم همینطور که میبینید، واقعا راحت بود دیگه، از حق نگذرید. پرفکت، کاملا بستیمش برابط. خدایش خیلی سریع بسته شد، عالی و پرفکت رفتیم جلو. الان فقط باید بریم که صندلیاشو ببندیم، ولی اول بذار که بریم صندلی‌ها رو بهتون نشون بدم. نگاه کنید کی اومده، نگاه کن کی اومده. چطوری؟ آجی محسن اومده. خب برات به زودی ماشینم روشن میکنیم دیگه. ویدیو بعدی میریم ماشین رو روشن کنیم و بعد داشبورد رو بسازیم دیگه. گفتم اینم بهتون بگم قبل اینکه چیزو بهتون نشون بدم. چیزش میگن صندلی رو. الان بزن که بریم نشونتون بدم. این شما و اینم از صندلی که تو دوزیش کردیم. خدایش نگاه کنید، هر عشق میکنین. خدایش خیلی خفن زدیمش. حتما اگه داخل کامنت ها دوستش داشتین بهم بگید خفن شده. خدایش من خودم خیلی دوست دارم. حاجی این طرح خیلی گاد شده، از حق نگذریم. چرم خیلی خوبی هم زدیم دیگه بهش. واقعا این سطح کارو خیلی میبره بالا. و الان هم برن که بریم یکیشونو ببندیم. اینجا داشتن دنبال نمیدونم چی میگشتم، ولی الان پیدا میکنه. آره دنبال این صفحه میگشتم که بذاریم صندلی‌ها روش. همینطور میبینید داریم صندلی‌ها رو روش میذاریم که عالی و پرفکت شدش. واقعا خیلی جیگر شدش. ولی بعدش باز کردم چون داشبورد مونده. یه اتفاق افتاده که از ویدیو بعدی میفهمید. برابط همینطور که میبینید واقعا عالی شد. خب برابط متاسفانه یک سوتی که من دادم اینه که قبل اینکه بریم نمای آخرش رو بهتون نشون بدم اینو بهتون بگم، اینه که برابط ما اینجا یه سوتی دادیم داخل وسطش که نمیخواستیم بسازیم به خاطر اینکه بهتون گفته بودم ما وسطش رو میخوایم کنسول بذاریم دیگه اگه یادتون باشه. ولی یه سوتی که دادم اینه که من کلا ستای بالا و یه دونه پایین اوکی کردم. اینو اشتباه اوکیش کردم که واسه وسط. اینه که کفی خونه است که رفتم خونه و دوباره ببرم توضیح کنه و کلی پول دیگه بره توم دیگه. عشقای من اونو اوکی میکنیم دیگه، خمتون نباشه. اونو فقط واسهتون به شورت ویدیو میگیرم دیگه. واقعا این بود از سوتی که ما دادیم هاتی، ولی خداییش خیلی خوشگل شده. عشق کردین حتما داخل کامنت ها بنویسید. بزن که برین نمای آخرش رو ببینید. و اینم از نمای آخرش. خب دیگه عشقای من امیدوارم که عشق کرده باشین. لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره و تمام.